سلام و درود، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه کانال باباکو تیوی. یه نکته من قبل از شروع این ویدیو بهتون بگم، من بیشتر از شما دوست دارم هر روز ویدیو بذارم، ولی انقدر کار برام پیش میاد و سرم شلوغه نمیرسم. دستگاه‌ها و دیگه توی این استا کسایی که من دنبال میکنم میدونن چه خبره تو کارگاه من، دستگاه و ماشینا و برو بیا اینا. سرم وقت نمیکنم ویدیو بگیرم. خیلی از این مورد بچه‌ها شاکیان چرا کم ویدیو میذاری، اما دارم تلاشمو میکنم تو زمستون کارا سبک‌تر بشه بیشتر ویدیو بذارم. حالا بریم سراغ ویدیو. تو این ویدیو قرار با هم دیگه چند تا محصول خیلی عجیب غریب رو تست کنیم. قبلا هم از این کارو کردیم رو کانال دوممون، فکر کنم یه بار این کارو کردم. اینجا الان باید 3 تا باشه ولی 2 تاه. دلیلش هم اینه که من چون جنسام همش از خارج سفارش میدم، یا از چین میاد یا از آمریکا میاد، از یه جایی میاد دیر میرسه. منم زیاد نتونستم معطل بمونم. مثلا برای خود این من یه حدود یه ماه منتظر موندم تا این برسه، بعد همش هم با هم سفارش دادم. این تازه 15 روز بعد این اومد دیگه. اون چیز سومو گفتم ولش کن، اونو بذار هر موقع اومد همون موقع ویدیوشو میگیرم. زیاد لفتش ندادم بهتون میگم جریان چیه. اینو تو توضیحات فروشندش گفته بود که این دستکش یا محافظ دست که چیزای دیگه هم داشت، مثلا از این جنس محصولات دیگه هم بود، نه بریده میشه، نه با کاتر، نه با چاقو، نه با اره، با هیچی نمیتونید ببریدش و برسید و دستتون کنید، دستتون محافظ میمونه طبق ادعایی که کرده بود. من هنوز نمیدونم، الانم دفعه اول دارم بازش میکنم. جنسش که مثل جنس پارچه عادیه. این اینجوریه که دستت میکنی، خب الان موقع کار کردن دست من کاتر بخوره یا چاقو بخوره یا چیز برنده بهش بخوره، این بریده نمیشه. یکی اینه، یکم اینه که این چیه؟ این قراره به مدت 8 ساعت ما رو گرم کنه تو زمستون. حالا اینو بذارید مرحله دوم تستش می‌کنیم. اول بریم سراغ این. برای تست این قطعا روی دستم که تستش نمی‌کنم، روی بطری آب تستش می‌کنیم. اعتماد به این چینی‌ها نیست. یهو دیدیم میبره. یه سری چیز می‌ذارم من آوردم برای تستش. اینا کم بود، گفتم با بینی فرستم یه تست کنم ببینم میبره یا نه. بعد اگه امن بود لباس کاملش میخرم، جدی واقعا. اگه این کارو بکنه خیلی چیز مفیدیه، به خصوص برای من که تو کارگاه همش در حال زخم و زیل شدنم. ببینیم بریده میشه یا نه. اول با کاتر میخوام تستش کنم. مثلا اینجوری بذارمش که اگرم پاره شد میز خیس بشه، من خیس نشم. What the hell؟ جدی نمیبره. من تیغ کاتر رو نو کنم. این تیغ صفر دیگه، صفر تیغ کاتر. با این که توضیحاتو خوندم اصلا باورم نمیشه انقدر. من کاملا الان به این اعتماد کردم، جدی. با اینکه الان یکم پیش تست کردم ولی میترسم. تیغ آخر رو بزن. کاتر خیلی تیزه، الان نمیخوام رو این تست کنم ولی اینجوری نشونتون بدم. کاتر کلی نیستیه الان، خیلی راحت تیکه ها پاره میکنه. الان با اینکه میدونم نمیبره ولی استرس دارم. بذارمش رو بطری آب، ولش کن، ارزش استرسش نداره. یهو دیدی یه جا نمیدونم درز چیزی گرفت پاره کرد. یه لحظه من یه مقدار تلاش کنم. ببینید این ده 20 تا کشیدم ها، واقعا پشمام ریخته. What the hell؟ هیچ اتفاقی نمیفته. جدی سفارش میدم تو کارگاه، این چیزشو داره، کاملشو داره برای 2 تا دست. سفارش میدم میپوشم، هم برای جوشکاری دستم نمیسوزه، هم واقعا هیچ اتفاقی نمیفته. نوبت سنگ فرزه. سنگ فرز بریدش داداش.
نه سنگ فرز دیگه مقاومت نکرد. ببینید چکش داد. اما کاتر و اره رو واقعا راست گفت. من از جایی که اره کشیدم دارم روش کاتر میکشم. چرا جدی واقعا چرا نمیبره کاتر اینا؟ جنسش که الیافه. مثلا کشش هم همینطور؟ نه کشش میبره. کشش الان تلاش کنم کامل میبره. آره کش داره بریده میشه. ولی این خودش پارچش نبریده نمیشه. بذارید ببینم سنگ فرز روی دست چه تأثیری داره. خب بریم سراغ محصول بعدی که اینم به نوبه خودش خیلی جالبه. اینم من تبلیغش دیدم، اینم مثلا اینکه چیز خیلی جدیدیه. این ور اونور تبلیغش رو میدیدم، یهو لینکش اومد جلو چشم، گفتم بذار بگیرم ببینم واقعیت داره یا نه. این جریانش از این قراره که شما اینا درش که باز کنی، به مثلا که درشو باز کنی، اکسیژن که بهش میخوره با اکسیژن واکنش نشون میده و داغ میشه و 8 ساعت داغ میمونه. برای چی به درد میخوره؟ الان من بازش کردم. الان یخه مثلا. خب یه کیسه توش یه پودریه، من نمیدونم چیه. این از این قراره که شما زمستون اینو میذاری تو جیبت. داره داغ میشه. اینو میذاری تو جیبت. دو تاشا جیباتو داغ میکنه، دستاتو داغ میکنه. تو زمستون دستات سردش نمیشه مثلا. و اینکه همینجور هی داره داغتر میشه. که همش بزنم بیشتر با اکسیژن. قاطی بشه بیشتر داغ بشه. جریان اون ویدیو یه چیز نشه، رفته بودم غذای سربازا رو تست کنم، یهو جوش اومد. اونم اگه میخواید لینکش میذارم این بالا، اونم ویدیو جالبیه برید ببینید. حسابی داغ شد الان. نمیسوزونه ولی داغه. اوکیه، یعنی قابل قبوله. من یه چیز دیگه هم دارم. بذارید نشونتون بدم. به این ما اینجا میگیم پلتیر، نمیدونم فارسیش چی، سرامیک القایی، سرامیک حرارتی، نمیدونم یه چیزی داشت تو اینترنت دیدم فارسیشا. این از این دو سرش دو تا سیم داره. این سیما رو 6 ولت بهش میدی، 6 12 با همین مدلی داره. بعد یه طرفش داغ میشه تا 70 درجه، یه طرفش سرد میشه تا منفی 30 درجه. اینم چیز خیلی جالبیه. من پروژه زیادی دیدم باشه انجام میدن. کولرهای پورتاب میسازن، نمیدونم یخچالای کوچیک برای تو ماشین میسازن، آب سرد کنه جیبی میسازن، مثلا خیلی چیزای جالبی با اینا میسازن. من اینم حالا یه چند تاشو گرفتم، میخوام دقیقاً همین کاری که این میکنه که چه داغ داره میشه. ایول دقیقاً همین کاری که این میکنه رو بخوام باش بکنم برای جیب، دو تا تو این جیب، دو تا تو اون جیب، زیر روی جیبو داغ کنه، لباسمون شارژی باشه، جیباش گرم کن داشته باشه. و بذار ببینم جواب میده یا نه. اینم ویدیوشو میگیرم براتون میذارم. و اینکه این عجیبیش برای من میدونید چیه؟ اینکه قراره این 8 ساعت به ما اینجوری حرارت بده. 8 ساعت خیلیه این گرما. ببینید اینجاش نوشته 8 ساعت. و این اگه قراره 8 ساعت این شکلی بمونه، نه فقط برای تو جیب تو زمستون، یه جاتون گرفته عضله چیزی میخواید داغش کنید، چه حالی میده. بذار اینجا البته نمیدونم برای پوست ضرر نداره دیگه، چون قراره دستمون بگیریم تو جیبمون باشه. چقدر خوبه اینم محصول عجیب غریب بعدیمون. جالب بود، چیزای عجیبی امروز تست کردیم، اما این محصول خیلی باحالیه. این که واقعا چیزی به درد بخوریه، به خصوص برای من که دم دقیقه دست و پرام میبرم. من همچنان بذارید از این ور عمودی من تست نکردم، افقی تست کردم نبرید، ولی عمودی خیلی کاتر و شمشیر و چاقو و اینجور چیزا. میدونی چی به ذهنم رسید؟ اگه اینجوریه خیلی خوبه که چاقو نمیخوری، مثلا تو دعوا بپوشی بری دعوا چاقو نخوری. چه فکر جالب. این ژاکت کاملش هم بوده از این جنسا، من کوچیکش گرفتم برای تست. ایول ایده خوبی بود. اینو بذاریم تو این دستمون کنیم ببینیم چی میشه. الان میتونی تو زمستون بری دعوا، هم دستت گرمه هم چاقو. پکیج دعوا در چنل واقع. مرسی از اینکه این ویدیو رو هم دیدید. میبوسم تو. فعلا خدافظ.